ادامه بخش چهره‌های ماندگار. میر سعید علی همدانی. میر سعید علی همدانی تبلیغگر فرهنگ صلح و خواستار وحدت و ثبات. سیری صفای عارف زیبا بود همیشه. ستاره پرجلو و تابناک قریب 700 سال این جانب از قعر عصرها با نور معرفت و خرد اندیشه ما را روشنی می بخشد. این اختر درخشان دنیای معنوی بشبه حکیم عارف، ادیب نازک خیال، متفکر نقطه سنج میر سعید علی همدانی ملقب به امیر کبیر علی ثانی، معروف به شاه همدان و حضرت امیر جان می باشد. میر سعید علی همدانی را سرنوشتی عجیب و پر افتخار نصیب گردیده است. وی زاده و پرورده همدان ایران بوده، عزیز تاجیکستان، افتخار هند و پاکستان و پسندیده افغانستان می باشد. قسمت خیلی مهم جریان زندگی میر سعید علی همدانی را سیر و سفرهای زیاده از 20 ساله او تشکیل می دهد. وی با امر استادش محمود مزدقانی بلخ و بدخشان، ختلان و مزدقان، یزد و سوریه، بغداد و روم، هند و چین و ماوراءالنهر و سرندب را سیر و سیاحت نموده با عالمان و ادیبان و حکیمان و عارفان صحبت‌های علمی و ادبی آراسته است. در این دنیا هر کس با هر راه مشهور گردیده نقش از خود برای فردایان به یادگار می‌گذارد. حضرت میر سعید علی همدانی با نور معرفت در هند و چین و عرب و عجم با قول علامه اقبال با هنرهای غریب و دلپذیر خود از علم و صنعت و تذهیب و دین یک ایران صغیر را بنیاد می‌نهد. برای میر سعید علی همدانی بر این متفکران روشن ضمیر عامل محل وجود نداشت. وی در زادگاهش همدان ایران به کمال رسیده فعالیت علمی و ادبی و تعلیمیش را در ختلان و بدخشان، هندوستان و پاکستان و بخارا ادامه داده است. او در این محلها نه همچون سیاح عادی بلکه چون سفیر علم و ادب و فرهنگ و حکمت فعالیت می نمود. واقعا شخصان بزرگی چون حضرت میر سعید علی همدانی تنها به ملت و محل و مذهب الهیده محدود نبودند. بزرگی آنها از این دایره ها بیرون آمده بهر خدمت اهل بشر وسعت جهانی پیدا می کند که نشانه واضح آن اعتراف و احترام ملت و خلقهای گوناگون است. میر سعید علی همدانی بشبه از جمله چنین سیماهای نمایان است که شهرت و نفوذ او در تاجیکستان و پاکستان، هندوستان و ایران، افغانستان و ازبکستان و مملکت‌های عرب به خوبی احساس می شود. محض از این خاطر نمونه آثار خطی و نشری او در کتابخانه‌های تاجیکستان، ازبکستان، شویتسیا، انگلیا، فرانسه، هلندیا، پاکستان، هندوستان، افغانستان، ایران، خیتای، ترکیه و غیره محفوظند. رساله‌های علمی و فلسفی و نظم عارفانه او به زبان‌های اردو، ترکی، لاتینی، فرانسوی و ازبکی ترجمه و نشر گردیدند. از اعتراف علی همدانی و اخلاص و احترام مردم کشورهای گوناگون به او این امر نیز درک می‌دهد که به افتخار وی یادگاری‌های ارزنده معماری از قبیل گنبد، خانقاه و مقبره بنیاد کردند. گنبد علویان همدان، مسجد معلای شهر سرینگر کشمیر، مزار پاخلی پاکستان، خانقاه مخصوص بخارا و مقبره مشهور ختلان شاهد روشن آن است. فیض آثار پربرکت و بلندغایه میر سعید علی همدانی به ادیبان و متفکران همروزگارش و خصوصاً به ادینه خیلی زیاد است. رساله‌های او را مولانا جعفر بدخشی، محمد نوربخش، روزن میولر، چارل سالوت، نظام الدین طارمی، محمد ریاض به زبان‌های گوناگون ترجمه کردند. مولانا عبدالرحمن جامی، سلیمان بلخی، احمد دانش با آثار او شرح و تفسیرها نوشتند. اثرهای پرارزش میر سعید علی همدانی که 600 سال این طرف مردم را به راستکاری، راستقولی، عدل و عدالت، دوستی و رفاقت، نیکی و نکوکاری هدایت کردند، ارزش‌های معنوی عمومی بشری گردیدند. روشن است که بزرگترین خدمت عارفان احترام و محبت به بشریت است. علی همدانی نیز بیگمان از این قبیل حکیمان عارف می باشد که جوهر تعلیمات او را گومانیسم و انسان دوستی عاقلانه و نجیبانه تشکیل می دهد.